بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقال الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي رحمه الله تعالى: الثاني من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم ويتوكل عليهم كفر إجماعا. هناك درس خود را دوام میدیم از شرح نواقض الاسلام شیخ ازانی. این شرح ازانی شیخ صالح الفوزان است، متن ازانی شیخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب بن سلیمان بن علی است. صاحب متن میفرماید: الثاني من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوه، کسی بین خود و بین دویم از شکننده های اسلام، کسی بین خود و بین الله را واسطه گیرد، کسی در بین خود و در بین الله واسطه قرار دهد، یدعوهم همان واسطه ها را دعا میکند، یعنی عبادتشون میکند، و یسألهم از اونها مسئلت میکند، میپرسد به ها را، و یتوکل علیهم و به اونها توکل میکند. کفر اجماعا، کسی همین کار کند کافر میشود با اجماع امت. یعنی دعا یعنی عبادت است. اونها را میپرسد در یک چیزی که چی؟ اینم یک نوع کفر است اساسا، اینم یک نوع شرک است. اینم مانندی همون یکم، فقط نوعش است. شارح میفرماید چی میفرماید؟ هذا نوع من الناقض الاول، این یک نمودی از شکننده یکم است، یعنی اینم شرک است. و هو الذي يجعل بينه وبين الله وسائط، این همون کسی را میگون که بین خود و بین الله را واسطه میگیرد. ولكن الشيخ افرده وجعله نوعا مستقلا لكثرة وقوعه، ولی شیخ باشد چیکار کرد؟ این را افرده یعنی تنها ذکر کرد و آن را یک نوع مستقل جدا کرد برای خاطر بسیار واقع شدن همین کار. فهمیدید؟ یعنی این شیخ مخصوصا ذکر کردنش با علاهده ذکر کردنش به اون خاطر بود است که چون که بسیار حالتا همین کار می شود. لأن هذا يقع ممن يدعون الاسلام، زیرا اینکه این واقع می شود از جانب اون کسانی که دعوای اسلام میکنند، دعوای اسلام میکند و بین خود و بین الله را شرک یا که واسطه قرار میدهد. و هذا كثير عند القبوريين، این بسیار حالت، یعنی این را بسیار وقت دیده می شود در نزدیک قبر پرستها. يتقربون الى الولي ليشفع لهم عند الله، با ولی نزدیک می شوند، اول کاری میکنن که به ولی نزدیک شوند. برای چی؟ مقصدشون که لیشفع لهم عند الله، همون ولی برایشان در پیش الله شفاعت بکند گفته. فهمیدید؟ یعنی به صاحب قبر و به دیگر مزار و دیگر اینها نزدیک میشوند. مقصد از نزدیک شدنشون به این اصحاب قبر آن است که اینها را در پیش الله چیکار کنند گفته؟ فردا شفاعت بکنند. الشفاعت فی اللغة جعل الواحد اثنان. شفاعت در لغت چیه؟ اساسا شفاعت در لغت یک چیز دو تا قرار دادن، یک چیز یک تا های، اگر دو تاش کنید این چی میشه؟ شفاعت کردیم ما اینه. اما در لغت چی میشه؟ در شریعت بود در لغت التوسط للغیر، التوسط للغیر فی جلب نفع او دفع ضر، برای یک کس واسطه شدن را شفاعت میگویند.
برای یک کس چی شدن؟ واسطه شدن که واسطه می شود برای خاطر یکون فایده را به دست آوردن یا که از یکون ضرر دفع کردن. شاید یک کس نمیتوند که نزد مدیر داخل شود، شما در بین میدارید و چیکار میکنید؟ کاری میکنید که نزد مدیر درآد کارش حل کنه. فهمیدید؟ در اینجا شما چیکار کردید برای اون کس؟ شفاعت کردید. فهمیدید؟ این در اون کارهای ما گفتی شدیم که نزد مدیر در آمدن، در اون کارهایی که یک کس واسطه می شود که بنده قادری آن است، از دستش می بیاد. اما این گفته های شیخ گفته واسطه میگیرن بین خود و بین الله در کارهایی که هیچ کس واسطه شدن حق ندارد، اما این چیکار میکند؟ واسطه قرار میدهد، شفاعت میکنن، میگوید که ای فلان، ای غوث العظم، ای عبدالقادر جیلانی، ای قلقارج احمدی یسوی، ای فلانه، من کاری کنم که در پیش الله شرمنده و شرمسار نشوم. و میبینید که همش شرمنده میشن. نه. او یوصلوا حوائجهم الی الله، یا به اون مقصد به اونها نزدیک میشوند که حاجتاشون به الله برده رسونن. نزدیک ما قبر میبود که من فرزند ندارم، اما خیلی الله پرسید که مثلا من فرزند تیاد، یا حاجتش به این میگود، این گویا که این مرده‌ای که جنبیده نمیتواند در بالاش برف و بارون است و کرما خورد صافش کرده، این نه شفا، یعنی حاجتش به نزد الله میگود. به زعمهم، این به گمان ایشان است. هذا اتخاذ الوسائل من دون الله، این است وسیله گرفتن غیر از الله. یذبح لهم، برایشان ذبح میکنند، و ینظر لهم، برایشان نظر نیاز میکنند، و یستغیث بهم، به اونها چیکار میکنن؟ فریاد رس میترون، یعنی که از اونها یاردم میترسن، میپرسن در سختی ها، در مشکلی ها. و یقول هذا لیس بالشرک، و میگوید که این شرک نیست. هذا انما هو توسط، این واسطه است، این واسطه گرفتن شرک نیست. میگویند این کارو میکردگی ها. طلب واسطه و شفاعت توصلنی الی الله، این طلبی درخواستی واسطه است، این درخواست شفاعت است که توصلنی الی الله، من به الله برده میرساند. هذا رجل صالح له مکانة عند الله، این کسی در درون قبر خواب است، شخص شایسته، آدمی نیک است، در پیش الله رتبه و منزلت دارد. فانا اتقرب الیه من اجل ان یقربنی الی الله، من باشم به این نزدیک میشوم به خاطر اون که این منو به الله نزدیک کند. یعنی من یک بنده عاصی و گناهکار هستم، این باشه آدمی پاکه، من به این پاک نزدیک میشوم، به این پاک منی ناپاک به الله نزدیک میکنم. نعم، هذه حجتش همینه. و ما هو الدلیل؟ گویتش میگوی امین، دلیلش از کفک. و هذه حجت المشرکین الاولین، این حجتش بمانند حجتی کس، بمانند حجتی مشرکای پیشینه. هم در دوران پیغمبر علیه السلام مشرکا، از پیغمبر صلی الله علیه و پیش بودگی مشرکا چی دعوا داشتن؟ حجتشون چی بود؟ انا همین طور است حجتی این قبر پرستان. الله می فرماید والذین اتخذوا من دونه اولیاء، یعنی الالهه، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ای لیشفعوا لنا الى الله زلفى، ای قربة و منزله. الله می فرماید والذین اتخذوا من دونه اولیاء، آن کسانی که غیر از الله اولیاها را معبود گرفتند. اولیاها را چی گرفتن؟ خدا گرفتن. میپرسید چون که چرا اینها را یعنی که معبود گرفتید؟ میگون ما نعبدهم، ما اینا را عبادت نمیکنیم مگر به خاطر اون این کار کرده است که لیشفعوا لنا، لیشفعوا یعنی ما را چیکار کنن؟ به الله، بین ما بین الله شفاعت بکنن، زلفا ما را نزدیک کنن به الله، قدر ارزش ما را بلند بردارن در پیش الله. یقولون ما جعلناهم شرکاء لله، ما اینها را شریک الله نگرفتیم، قرار ندادیم، ولكن جعلناهم وسائط یقربوننا، ولی ما اینها را به اون خاطر واسطه گرفتیم که ما را به الله نزدیک کنند.
همین اینا شریک نیستن. والله سماهم شرکا، والله سماه شرکا، الله باشد این کارش چی قرار داد؟ چیزش گفت که این شرک است. فرمود و یعبدون من دون الله ای من غیر الله ما لا يضرهم ان لم يعبدوه ولا ينفعهم ان عبدوه ويقولون هؤلاء شفعاؤنا أي زعموا أنها تطلب لهم عند الله صلاح أمورهم عند الله. قل أتنبئون الله أي تخبرون وتعلمون أن الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه أي تنزه وتعالى عما يشركون. نعم، معنای آیت از چنین عبارت است و یعبدون من دون الله، غیر از الله را عبادت میکنن. چرا عبادت میکنن؟ اون چیزهای را عبادت میکنن که واقعا همون چیزها ضررش رو رسوندن نمیتوانند. اگر ما بود عبادت نمیکنیم بود همون گل خسته اینا را عصا شب نمیکنن، یا که صاحب قبر که فونده نمیبراید چی من عبادت نکرده دیگه. ولا ينفعهم، فایدهشون هم داده نمیتوانند اگر عبادتش هم کنن. اخلا هم دونه گوله دست بیرون نمیکنه گوی که بارک الله سرش دست میکنه کار کرده. و یقولون میگویند دعواشون چی است؟ هؤلاء شفعاؤنا عند الله، اینا شفاعت کننده های ما هستند در پیش الله. یعنی گمان کردن که اینها برایشون از الله درخواست میکردند، یعنی اینا صاحبای قبر از الله میپرسن که کارای این بنده های عاصی تنج کنن. سبحان الله. قل بگو، این بی عقل بی فرستار گو، اتنبئون الله، آیا شما الله را تعلیم میدید؟ الله را خبر داده ایستادید نسبت آن چیزی که الله نمیداند در آسمان ها و در زمین؟ یعنی الله بی خبره اون کار و اون حادثه هایی که در آسمان و زمین میشد شما الله را خبر داده ایستادید یا از خودتون گفته ایستادید؟ سبحانه، الله پاکه از این بی‌معنیگی که شما گفتید انومی الله که اینا گویا که الله را گبزنون میکنن، ما بنده های عاصی را کار ما را تیج میکنن. الله تنزه، سبحانه پاک است و تعالی بلند است، قدر الله بلند است اما یشرکون از اون شرکی که ایشان میکنن. فسماه شرکا، دیگه آخری آیت دیده الله سبحانه و تعالی این را چی نام داد؟ شرک گفته نامگذاری کرد. مع انهم یسمونه تشفع، نظر به آن نکرده که ویها باشند این کارشونه تشفع مینامند، یعنی شفاعت گرفتن. ده شفاعت گرفتن ویها را الله در آخری آیه چی گفت؟ یشرکون گفت، شرک میکنند. فهمیدی؟ کی را باور میکنی؟ گپی اینها را گپی الله را؟ البته گپی الله را باور میکنی. هم خلاص. و هذا هو الواقع، واقع همین، واقعا همین است، یعنی حقیقتی کار همین است ان كثيرا مما يدعون الاسلام، در واقع همین خلاصه که بسیار کسانی که ادعای اسلام میکنن و ما يفعلونه مع القبور الان، اون کارهایی که همراه قبرها میکنن حاضر، يتخذونها وسائط بينه و بين الله، اون قبرها رو واسطه میگیرن بین خودشون و بین الله. فهذه المسألة خفية على كثير، و بسیار کسا این مسئله پوشیده هست، یعنی بسیار کسا پیش چشمشون پرده دارد، این مسئله رو خبردار نیستن. حتی من طلبة العلم، حتی از پوشیده است از چشم بعضی طالب علما، دعوا میکنن که مطالعه، خصوصا اونایی که در طرفای پاکستان ایران میکنن، یا بعضی این گمراههای احمقای بود در مصر هم هست. و هناك علماء يدافعون عن هؤلاء، با خودشون با موافق با عالم ها دارن که اینا رو چیکار میکنن؟ مدافعه میکنن، حمایه میکنن، طرفداری میکنن. حالا عالم ما گفته یا عالمای میگن که بیا اعوذ بالله در جوارشون علم نیست، یعنی علم حقانی. و یقولون هذا ليس بشرك، میگن که این شرک نیست. الشرك عبادت الاصنام. اگر پرسه که با شرک با گفت شما چه میگن که بت پرسته، با گفت اینا فقط اون مردم خطایی هستن که بت پرست.
دیگر همش او مانند مردم قوقاز در گرد قبرها خیزیدن و پریدن و غلط و خیز کردن، در خونه ها علولا مولولا گفتن دور زدن، اینا هیچ بوده. و هؤلاء ما یعبدون اصناما، میگوین که اینا بت پرستی نکردی شدن که بتها رو نمی پرستن که صورت پرست نیستن که. یا سبحان الله، شیخ میگوید که سبحان الله، تعجب. عبادت الاصنام نوع من انواع الشرك. بت پرستی بتها را عبادت کردن اینم یک نمودی از شرک است. شرک یک چیز نیست، نوعها نمودها دارد. الشرك و عبادت غیر الله. شرک این کلمه جامع است که عبادت غیر الله، خواه غیر الله بت باشد، خواه چی باشد؟ انسان باشد، خواه خر باشد، خواه گاو باشد. خیلی که مثلا در طرفای هندوستان گاو چی؟ خدا میگوین. اگر مبادا همون گاو درون بازار داره، تمام کپوستاشون میخوره، دو تا کرماشون میخوره، صاف میکنه، میگه نرسیدی خدا میگه. ها؟ بود چیکار ما میگه که گاو بعد خوردن سیر کردن چیکار میکنه؟ همه جوره وایرون میکنه میرد، نرسیدش که خدا است. اعوذ بالله، اعوذ بالله. انسان که انسان است همین کار نمیکنه. چه خیلی از خودت پستی یک حیوان تو برای خود خدا قرار میدی. حول ولا قوة. دیدید مردم تا چه اندازه دور هستند از شریعت، از اسلام، از نه. با از مسلمانان خیلی بخیره هستن میگن که دین خودش نرسید در باری وای چی نگوید. این با اول بدتره. همون کسانی که با مذهب بیار درست میگو بیارم دین خودشون میگو، با اینا اول بدتره. شاید دایم سه مسئله میگن. نه. الشرك ما هو الشرك؟ هو عبادة غير الله. عبادة غير الله است. در اصول ثلاثه چی گفته؟ وعدم ما امر الله به التوحيد وهو افراد الله بالعبادة، وعدم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه، اي عبادة غيره معه. سواء كان صنما فما دارد وای عبادت کرده شده، یعنی اونی که عبادتش میکند بت باشد، او شجرن یا درخت باشد، او حجرن یا سنگ باشد، او قبرن یا قبر باشد، او ولین یا ولی باشد، او ملکا من الملائک یا که یکون فرشته از فرشتگان باشد، او ولی من الاولیاء یا که یکون ولی از اولیاء ها باشد، او صالحا من الصالحین یا یکون شخصی شایسته از شایستگان باشد. هذا هو الشرك. اینه چی میگوین؟ اینه شرک میگوین. شرک همین است. وليس الشرك عبادة الأصنام، عبادة خبر الأساس عبادة الأصنام فقط. يعني الشرك فقط عبارت از چی؟ از بت پرستی نیست، فقط این نیست. فهمت؟ وقال صاحب المتن الثالث، يعني إن بت دويم شكنا